30 روز 30 تا سایه مجلسی با من. روز اول کانسیلر برای بیس سایه‌مون بلندش میکنیم با پودر فیکس، پشت پلکمون رو خشک میکنیم. از بیس چرب مشکیمون با یه قلم نازک برمیداریم، قسمت گودی پلکمون رو در نظر میگیریم و یه دونه خط هلالی داخلش میکشیم. خطی که انداختیم رو به سمت بالا فیدش میکنیم. خط مشکی که انداختیم رو دوباره با بیس چربمون پررنگش میکنیم. با سایه مشکی و با فشار دست آروم میایم رو بالای خطی که انداختیم و شروع میکنیم به فید کردن. با یه بلندینگ براش خیلی کوچیک شروع میکنیم به فید کردن تمام خط و مرزی که ایجاد شده. با بیس چربمون یه خط چشم نازک این قسمت پلکمون میکشیم. خط چشممون رو به سمت بالا فیدش میکنیم. با بیس چربمون خط چشممون رو پررنگ‌تر میکنیم. بالای خط چشممون رو خوب فیدش میکنیم. از یه سایه روشن توی این بیس برمیداریم، به حالت طبطبی میذاریم روی این قسمت پلکمون. یه کوچولو ریمل. آقا من بین اینکه این شاینو بزنم یا نزنم موندم، ولی نمیزنم، یا شاید هم زدم. تو آخر ویدیو بهتون میگم. اینم از موژه. میرم میکاپ پوستمو تکمیل میکنم و برمیگردم. مداد کرم به لثه پایینی چشممون، یه کوچولو ریمل به موجه های پایین. اینم از اتمام روز اول. امیدوارم که دوستش داشته باشین. اگه از اکسپلور منو میبینی حتما فالوم کن که تو میکاپ های بعدی هم پیشم باشی.